بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، امام بخاری و امام مسلم در صحیح خود از ابو هریره رضی الله عنه روایت کردند که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم چنین فرمودند: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. متفق علیه. البته الله 99 نام دارد. یک کم صد. کسی آن نام ها را حفظ کند و به مقتضای آن عمل کند وارد جنت می شود. خطابی رحمت الله علیه گفت این حدیث دلالت می کند که مشهورترین نام های او تعالی الله است، چون دیگر نام ها را به این همراه کرده گفتند الله 99 نام دارد. معنای کلمه احصاها که در بالا چنین ترجمه کردیم، کسی آن نام ها را حفظ کند و به مقتضای آن عمل کند، چی معنا دارد؟ علما رحمت الله علیهم گفتند احصا این که کسی این نام ها را حفظ کند، یعنی از یاد کند و معناها و دلالت این نام ها را بفهمد، به الله تعالی با این نام ها ثنا و ستایش گوید و با این نام ها از الله تعالی حاجت های خود را بپرسد، به مضمون این نام ها اعتقاد کند و به مقتضای آن عمل کند، وارد جنت می شود. به مقتضای آن عمل کردن چی معنا دارد؟ یعنی به طلبات آن نام عمل کند. انشاءالله در زیر هر یک این نام ها چگونه به طلبات نام ها عمل کردن را بیان خواهیم کرد. خلاصه این 99 نام را باید حفظ کرد و این شرط های دارد. شرط یکم حفظ کند، یعنی از یاد کند. این چنین معنای حفظ کند از تحریف و تعطیل و تعویل حفظ و حمایه کند، یعنی این نام ها را تحریف نکند، حرف آن را تغییر ندهد، خواه در وقت ذکر این نام ها خواه در وقت ترجمه و یا شرح آن. تعطیل نکند، یعنی معنای آن نام ها را بیکار نکند. تعویل نکند، یعنی به معنای نادرستی که قرآن و سنت و زبان عربی به آن دلالت نمی کند معنی داد نکند. شرط دوم، معنا و دلالت نام ها را بفهمد. شرط سوم، به الله تعالی با این نام ها ثنا و ستایش گوید. شرط چهارم، با این نام ها از الله سبحانه و تعالی دعا و طلب کند، حاجتهایش را بپرسد. پنجم، به مضمون این نام ها از صمیم قلب اعتقاد کند. ششم، به مقتضای آن عمل کند. این شرط ها را در زیر بیان هر اسم انشاءالله ذکر میکنیم. این شرط ها در کتاب شرح اسماء الله الحسنى فی ضوء الکتاب و السنه ذکر شده است. در حقیقت بهترین عملی که انسان اجرا میکند این دانستن نامهای زیبا و صفاتهای عالی الله سبحانه و تعالی است. علامه ابن القیم رحمت الله علیه در کتاب الجواب الکافی گفتند اطیب ما فی الدنیا معرفته سبحانه و محبته. خوشترین چیز در دنیا، بهترین چیز در این دنیا شناختن و محبت الله سبحانه و تعالی است. الله جل و علا دوست می دارد آن کسی را که ذکر صفاتهای الله تعالی را دوست می دارد. فطرت انسانی شاهد آن است که این جهان یک پروردگار دارد که در ذات و صفاتهایش کامل است و با صفاتهای کمال و جلال و جمال موصوف است. تمام حمد و ستایش و تعریفات تنها لایق اوست.
شناختی نامهای زیبای الله، اثبات صفتهای کمالش و وصف جلالش یکی از واسطه های تعظیم و بزرگداشت الله تعالی است. نامهای الله سبحانه و تعالی بهترین و زیباترین نامها بوده دلالت به صفتهای عالی او میکند. تمام صفتهای الله سبحانه و تعالی صفتهای کمال محض است. معرفت نامهای زیبای الله تعالی و صفتهای عالیش ایمان بنده را زیاد و قوی میگرداند، بنده را پرهیزگار و با تقوا میگرداند. کسی که 99 نام الله تعالی را حفظ کند و از معناهای آن نامها با خبر شود، در آخرت مکافاتش بهشت است. بنابراین در این درس های آینده انشاءالله 99 نام الله سبحانه و تعالی را یک به یک شرح و معنا میگوییم و اساس این شرح از سخنان علمای برجسته و معتمد، علل خصوص شیخ الاسلام ابن تیمیه و علامه ابن القیم و آنانی که در همین مدرسه تعلیم گرفتند رحمت الله علیهم صورت میگیرد. الله عز و جل برای حفظ و فهم و بیان این نامها ما را موفق بگرداند. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.